سلام به بروبکس. امروز اومدیم با مود بنزین زدن. این علامتی که پایین صفحه اومده مود بنزین زدنه. بریم تا تستش بزنیم با هم. من این مودو تازه ریختم و سریع هم این ویدیو رو براتون گرفتم که شما هم با من بتونید این مود رو استفاده کنید و ازش لذت ببرید. خب طبق روال همیشه آخر ویدیو همیشه آموزشش رو میگم. فعلا بریم یکم دور بزنیم تا یکم سوخت بسوزونیم و بریم بنزین بزنیم و تستش کنیم. بروبکس همونطور که میبینی خط بنزین ما زرد شد و ما الان رسیدیم پمپ بنزین تا بنزینی بزنیم و به راهمون ادامه بدیم. خب این هم از بنزین ببینید سریع فول شد، هیچ پولی هم تازه ازتون نمیگیره. یکی از نظر من چرت این حرکتش، باید پول میگرفت چون اینطوری اصلا فکر کن هیچ. خب بریم یکم دور کنیم تا بریم این آموزش رو بهتون بدم حال کنید شما. خب دوستان همونطور که میبینید ما هم که از فرمونمون خوبه. خب اینجایی که میبینید توی نقشه علامتش هست، اینجا که من علامت زدم جای پمپ بنزینمون هست. هر وقت خواستید میتونید بیاید اینجا. تستم نکردم که اگه بنزینمون تموم میشه چی میشه، دیگه اینو خودتون برید تست کنید. من فراموشش کردم. بریم سریع آموزش رو بگیریم واسهتون که من دیگه کوچه شما نشم. بروبکس خب همینجا پارک میکنیم و بریم سراغ ادامه ویدیو. 3 2 1. خب دوستان وارد چنل تلگرام میشید و مود گازولاین مود بنزین هستش، میرید وارد برنامه زرچیور میشید، فایل رو کپی میکنید. فایل رو که کپی کردید میرید کامل از اینجا بیرون وارد پوشه اندروید دیتا. من اول اینجا استخراجش کنم که باگ میخوره مال من. خب از اینجا به بعد شما باید این مود رو برید توی اندروید دیتا و وارد GTA بشید، پوشه راکستار. خب حالا از قبل انجامش دادم ولی شما برید انجامش بدین تا برای شما بیاره. همین که این مود رو وارد کردید چند تا کامنت انگلیسی برای منم بذارید که صابم نپره. خیلی هم ازتون ممنونم بروبکس. خب بریم تستش کنیم. خب همینطور که میبینید مال ما که از قبل وصل بود مال شما هم 100% وصل میشه. دیگه خودتون تستش کنید. امیدوارم هیچ مشکلی پیش نیاد چون برای من بدون مشکلی اومده. خب بریم پمپ بنزین دوباره. پلیس شانس آورد که نگفتمش. خب پر کردیم دوباره و رفتیم. خب دوستان عزیز بریم یه جا پارک کنیم. خب اینجا پارک کنیم. خب نمونمون هم
فعال کنیم که رخ بده. رنگ آبی. خب دوستان اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما چنل منو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو حتما لایک کنید. تا ویدیو بعدی Let's go.